به نام خدا. سلام بچه ها، وقتتون بخیر. به کانال مکتک خوش اومدین. میدونم توی این وضعیت میگین که کی حوصله داره این ویدیوها رو نگاه کنه. غمی که کل ایران رو گرفته و هممون غم داریم، اما این تنها چیزیه که باعث میشه من نوعی غمم رو فراموش کنم، چون این غمی که هست شرایط رو عوض نمیکنه، فقط باعث خورد شدن خودم میشه. تو این شرایط خواستم براتون یه ویدیو بذارم در مورد یه تکنولوژی جدیدی که اپل معرفی کرده تو بخش نرم افزار. بریم که با هم ببینیم چه اتفاقی افتاده. توی همون مدتی که اینترنت ما از 18 دی ماه قطع شده بود، دنیا تحولات زیادی رو به خودش دید. یکی از اون تحولات معرفی اپل کریئتور استودیو بود، سری نرم افزارهایی که اپل اونها رو برای در واقع میشه گفت رقابت با شرکت ادوبی و تو بخش خیلی محدودی از اون نرم افزارها رقابت با مایکروسافت 365 ارائه کرده. همونجور که میبینید حالا توی تصویر هم هست، سرویس کریئتور استودیوی اپل که به تازگی معرفی شده شامل نرم افزار کینوت، نامبر، پیج، فاینال کات پرو، فکر کنم برنامه پیکسل ماتر پرو و حالا برنامه مین استیج و کمپرسور و موشن و فری فرم و این نرم افزارها رو شامل میشه که اینها رو اپل الان برخلاف رویه قبلیش که به صورت یک نرم افزار وان تایم پید بودن، یعنی یک بار شما خرید میکردید و دیگه نیاز نداشت خریدی انجام بدید و فقط آپدیت ها رو از اپ استور میگرفتید، به شکل اشتراکی در آوردن که شما اشتراک ماهیانه یا سالیانه ارزون تری رو برای استفاده از این نرم افزارها داشته باشید. و ویژگی که به این نرم افزارها توی این سری اضافه شده ویژگی های هوش مصنوعی هست که از نورال انجین اپل استفاده میکنه که همون MPU های اختصاصی اپل توی تراشه های اپل سیلیکون هست. میبینید که این فناوری جدیدی که به وجود اومده، این فناوری خیلی خیلی توی این نرم افزارها رشد کرده. فناوری هوش مصنوعی خیلی سطح بالا شده توی این نرم افزارها. خودتون میدونید که سری نرم افزارهای فتوشاپ تونسته بودن از قدرت هوش مصنوعی بهره ببرن و توی آپدیت هایی که فتوشاپ توی نسخه های جدید میداد خیلی واضح میتونستین از قدرت هوش مصنوعی و پلاگین های هوش مصنوعی توی ادیت کردنتون توی فتوشاپ استفاده کنین. ولی الان پیکسل متر پرو هم که اپل توی طرح اپل کریئتور استودیو ارائه کرده هم میتونه از قدرت اپل و تراشش تو بخش نورال انجین استفاده کنه. حالا بریم تستی داشته باشیم از خود نرم افزارها، از قیمت اشتراکش بگیم. میدونم که خب ما ایرانیا با این وضعیت دلار و گرونی و فلان اصلا به فکر اینا نیستیم، نمیتونیم هم بخریم. فقط دارم بحث این که یک تولید محتوایی باشه این ویدیو رو ضبط میکنم. خودتون الان اینجا میتونید ببینید توی اپ استور برای شما نشون میدم که خود Introducing Apple Creator Studio هم به تازگی توی صفحه اولش اومده. اپل اینها رو به شکل یک باندل الان قرار داده توی جعبه نرم افزارهاش. میبینید که این حدود این 9 تا نرم افزار هستن که اسمشون رو گفتیم بهتون. اتفاقی که توی اینها افتاده اینه که نرم افزارهایی که الان ببینید قبلا خود اپل ارائه کرده بود توی اکوسیستمش، ببینید اگر پیکسل متر یه دونه نسخه رایگان داشت و یک نسخه پیکسل متر پرو که به صورت پولی بود. میبینید که حالا من چون اپل آیدیم توی ریجن ترکیه هست 2499 لیر ممیز 99
قیمتش بوده. ولی توی نسخه جدید این پیکسل متر پرو دیگه نیاز نیست که شما اون رو به صورت یک جا و با اون قیمت گرونش خریداری کنید. شما به صورت اشتراک دوره‌ای از اون استفاده می‌کنید. ویژگی هایی که به این نسخه جدید اضافه شده همون ویژگی هوش مصنوعی است که بهش اشاره کردیم. حالا من نرم افزارهای سری پیج، کینوت و نامبر رو توی لپتاپم استفاده میکنم. البته نسخه رایگانش من اشتراکش رو نخریدم، ولی میخوام توی اون نرم افزارها به شما نشون بدم که چه فرقی نسبت به نسخه قبلیشون کردن. وقتی نرم افزار به عنوان مثال پیج رو باز میکنیم که یک نرم افزار شبیه ورد هست برای ارائه و متن نویسی، میبینیم که صفحه اولش دیزاین بسیار زیباتری رو به خودش دیده به نسبت نرم افزار پیج قدیمی، و بخشی رو اضافه کرده اپل به عنوان پرمیوم که تمپلیت های پرمیوم خودش رو اضافه کرده. این قالب هایی که به صورت پولی ارائه میشن و اگر شما بخواید از یک قالب استفاده کنید برای شما بخش اشتراک رو میاره. شما اگر بزنید حالا روی اشتراک، میبینید که اشتراکی که داره اپل میگه 1 ماه رایگان و بعدش 349 لیر به ازای هر ماه هست که کل این بسته رو به شما میده که شامل کینوت، نامبرز، پیج و کل اون 9 تا نرم افزاری که هست رو شما با پرداخت 349 لیر به صورت ماهانه میتونید استفاده کنید. حالا اگر وارد خود محیط داخلی این نرم افزارهای اپل کریئتور استودیو تو نسخه جدید بشیم، میبینید که بخش های هوش مصنوعی توسعه یافته تر شدن. توی سری قبلی شما مثلا وقتی می نوشتید مثلا یک جمله هم مثلا من می نوشتم I am friendly man، قبلا اتفاقی که میتونست بیفته، حالا فرای اینکه این جمله درست از نظر گرامری یا نه، فقط به عنوان مثال، فقط شما رایتینگ تولز رو داشتید که از اپل اینتلیجنس استفاده میکرد و مختص خود برنامه نبود. شما می اومدید توی این قسمت فرمت انتخاب میکردید که مثلا جمله من به صورت پروفشنال باشه یا به صورت فرندلی و تنظیماتی که خیلی قبلتر به واسطه اپل اینتلیجنس به سری سری نسخه های جدید سیستم عامل macOS اومده بود. اما الان گزینه‌ای به عنوان Generate Image آورده که کانتنت هایی رو به شما میدن که به صورت پریمیومه، یا این کانتنت ها به صورت پیش‌فرض هستن یا اینکه با گزینه Generate اگر بزنید، حالا من چون اشتراک رو ندارم نمیتونم این رو دقیق به شما نشون بدم، ولی با Generate Image میتونید با استفاده از قدرت هم NPU خودتون و هم قدرت همون کلود کمپیوتی که اپل داره به صورت پرایوت کلود کمپیوت یا محاسبه ابری کاملا شخصی شده که اپل ارائه میده، کانتنت های خودتون رو بسازید، تمپلیت های مختلفی رو بسازید. و توی نرم افزارهای دیگهش، نرم افزارهای لاجیک پرو و فاینال کات پرو که تو نسخه جدیدش ارائه کرده، این قابلیت رو داده که شما از NPU هم استفاده کنید. قبلا وقتی میخواستیم یک رندر سختی رو با فاینال کات بگیرید یا مثلا یک میکسی رو شما توی لاجیک پرو انجام بدید، اتفاقی که میافتاد این بود که تماما از قدرت بخش CPU پردازنده اپل سیلیکون استفاده میشد. ولی توی نسل جدید این نرم افزارها اپل با توسعه فناوری نرم افزاریش به این قسمت رسیده که شما میتونید بار پردازشی رو مقدارش رو از CPU بگیرید و به NPU دستگاه بدید که خیلی خیلی سریعتر بتونه اون رندر شما انجام بشه. مثلا انتخاب سوژه توی ویدیو الان توی نسخه جدید فاینال کات پرو بسیار بسیار سریعتر از نسخه قبلی این نرم افزار اتفاق میفته، چون همونطور که گفتم از قدرت NPU استفاده میکنه و
نرم افزارهای دیگه‌ای که ارائه کرده. امیدوارم این مطلبی که براتون آماده کردم مفید بوده باشه. میدونم توی این موقعیت هممون یک غمی رو داریم، غمی که کل ایران رو گرفته و امیدوارم که از این روزها به سمت یه آینده بهتر بتونیم حرکت کنیم. آینده‌ای که توی اون حرف زدن از فناوری هایی که الان صحبت کردم دیگه دغدغه مردم باشه. دغدغه شما قیمت دلار، قیمت مرغ و تخم مرغ نباشه. دغدغه کالابرگتون رو نداشته باشید. دغدغه هاتون دغدغه از جنس فناوری باشه. مثل کشورهای دنیا، کشورهای اطرافمون رو ببینید. کشورهای مثل دبی، امارات، اینها کشورهایی بودن که یک زمانی اونها به زندگی ایرانی غبطه میخوردن، ولی الان ما هستیم که به زندگی اونها غبطه میخوریم. امیدوارم آینده‌ای بهتر بیاد سراغمون و ایرانی شادابتر داشته باشیم. به امید خدا. خدا نگهدار.